با عرض سلام و درود همراهان عزیز، در نوار امروز ما می‌خواهیم یک داستان بسیار جالب و تاثیرگذار را پیشکش شما عزیزان گردانیم. روز شاگرد از استادش پرسید که به او درسی باید ماندنی دهد. استاد از شاگردش خواست خلطه نمک را نزد او بیاورد. سپس مشت از نمک را داخل استکانی کرد و آن را پوری آب کرد و از او خواست همین آن آب را بنوشد. شاگرد فقط توانست یک قطره کمی از آب داخل استکان را بنوشد، آن هم به خیلی دشواری. استاد پرسید مزه‌اش چطور بود؟ شاگرد پاسخ داد خیلی شور است استاد، اصلا نمی‌شود آن را نوشید. استاد خواست یک مشت از نمک بردارد و او را همراهی کند. هر دو رفتند تا رسیدند کنار دریاچه. استاد از او خواست تا نمک ها را داخل دریاچه بریزد. سپس یک استکان آب از دریاچه برداشت و به شاگرد داد و از او خواست آن را بنوشد. شاگرد به آسانی تمام آب داخل استکان را نوشید. استاد این بار هم از او مزه آب داخل استکان را پرسید. شاگرد پاسخ داد که کاملا معمولی بود استاد. استاد گفت رنج ها و سختی هایی که انسان در طول زندگی با آنها روبرو می شود همچون مشت نمک است و اما این روح و قدرت پذیرش انسان است که هرچی بزرگتر و وسیعتر می شود می تواند بار آن همه رنج و اندوه را به آسانی تحمل کند. بنابراین سعی کن شاگردم یک دریا باشی تا یک استکان آب. امیدوارم این داستان را شما فهمیده باشید و ما هم از همیشه بیننده عزیز خواهان آن هستیم که دریا باشد تا یک استکان آب بودن. چی فکر دارید و فکر خودتان را حتما در کامنتاری نویسید. با دیگر برنامه‌های مرکزی خیرات بمانید.